دادستان دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت در شهر گاگا روز پنجشنبه گفت سعی دارد دادگاه امر بازداشت دو رهبر طالبان ملا هیبتالله آخوندزاده و عبدالکریم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان را صادر کند. هر دوی آنها به جنایت علیه بشریت و ظلم و ستم به زنان متهم می‌شوند. دادستانی ما به این خلاصه رسید که دو شهروند افغانستان مسئول جنایت‌ها به ضد زنان و دختران افغان هستند و همچنین جنایت‌ها به ضد آنهایی که به پنداری طالبان با عقیده آنها درباره زنان موافق نیستند. همچنین مسئول جنایت به ضد آنهایی هستند که طالبان متحدان زنان و دختران می‌شمارند. رهبران طالبان هنوز واکنشی به این بیانیه نکردند. کریم خان گفت تعقیب و آزار زنان کمش از 15 آگوست سال 2021 آغاز یافته تا کنون ادامه دارد. بعد بازگشت به قدرت در سال 2021 طالبان افراطی زنان را از حقوق زیادی از جمله حق تحصیل، کار و حضور در بسیاری از عرصه‌های جامعه محروم کردند. ماه آگوست سال گذشته طالبان قانون‌های سختگیرانه شریعت را در افغانستان جاری نمودند و وزارت امر معروف و نهی منکر گفت که برای رعایت نکردن این قاعده ها هزاران نفر دستگیر شدند. پرونده افغانستان یکی از پرونده های دادستان های دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت است که به سبب های قانونی به تأخیر زیاد روبرو شده است. تحقیق مقدماتی سال 2007 آغاز یافت و تنها سال 2022 تفتیش موشکافانه شروع شد. درخواست بازداشت به 3 دادرس دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت فرستاده می شود و امکان دارد برای صدور امر بازداشت 3 ماه ضرور شود.